همونجوری که در گرافی مشخص هست، ما یک انفیلتراسیون اوپاسیتی در قسمت تحتانی ریه سمت راست داریم. از نظر توصیف، با توجه به اینکه تونسته سایه قلب رو محو بکنه، برونکوواسکولار مارکینگ زیر خودش رو محو بکنه و در داخلش ایر برونکوگرام میبینیم، ما اینو کانسالیدیشن یا تراکم توصیف میکنیم. همونجوری که میدونیم تراکم یا کانسالیدیشن دو خصوصیت عمده داره. با بافتای مجاور اطراف خودش میتونه سیلوستان ایجاد بکنه، برونکوواسکولار مارکینگ خودش رو محو میکنه و خصوصیت دومش اینه که همراه با کاهش حجم نیست. وجود آسینار نودول، ایر برونکوگرام، محدود بودن به فیشه، درگیری به صورت لوبر از خصوصیات فرعی کانسالیدیشن محسوب میشه. از نظر محل زایه، با توجه به اینکه تونسته بردر قلب رو محو بکنه ولی دیافراگم به صورت کامل دیده میشه و از طرف دیگه محدود به فیشر ارضی هست، مشخصا در لوب میانی ریه سمت راست یا رایت میدل لوب قرار گرفته. با وجودی که با توجه به شرح حال بیمار که شروع ناگهانی تب، لرز هست، تشخیص اول بیمار نومونی مطرح میشه، ولی از نظر رادیولوژیک تمام بیماری هایی که بتونن کانسالیدیشن به صورت موضعی ایجاد بکنن، لوکال کانسالیدیشن ایجاد بکنن، مثل عفونت های قدیمی مثل تی بی، کانتوژن، بعضی از انواع لانگسیه ها به خصوص برونکوآلوار سل کارسینوما، رادییشن نومونایتیس هم میتونن جزء تشخیص افتراقی های رادیولوژیک این زایه قرار بگیرن.